برادر از من که ساینا خریدی مشماشو بکن، عرق میکنید میچسبید بهش، بکن. اون آبیا هست میزنن رو در، اونا هم بکن. میدونی ماشین صفره، رو شیشه هست اینجوری شماره کمپانی جلوتو نمیبونم، بکن. میدونیم صفر، تو صفر خرید، ساینا صفرش خوبه میدونم، ولی بکن زندگی کن. آقای میگه دکتر فرش خریدیم 3 سال رنگ فرش رو ندیدم. گفتم چرا؟ 200,000 تومان دادیم رو فرشی خریدیم. بعد یه خانم یه ملافه کنه درست کرده زیر اندازه، بعد رو مشما میشینیم، یعنی 3 لایه درست کرده رو فرش. بس برای چی فرش خریدی آخه؟ خونم تمیز بمونه. ما تو کثیفی داریم زندگی میکنیم. بعضیا شما این امکانات تو خونتون دارید استفاده نمیکنید، نمیدونم چرا. قراره بعدن کیه و بعدن کیه؟ اون آرکوپال قشنگه رو بیار استفاده کن. آرکوپال خوشگله رو بیار. همون برای مهمون نگردش. آخه کو مهمون تو چی شام میخورن؟ روحی مش خورده. بعضی مایتابا 3 تا دست انداز داره. یه املت بخوای بخوری اینجوری دست انداز با تی بکنی، میخوای نونو بکشی. تو رو خدا از چیزی که خدا بهتون داده استفاده بکنید.